سلام. خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه از فانتلنت. اینجا جاییه که با یه عالمه نقد، شوخی، سرگرمی و نگاه متفاوت به دنیای فیلم و سریال قراره کلی حال کنیم و یه نگاه تازه به چیزهایی بندازیم که شاید هر روز میبینیم، ولی از یه زاویه جدید. تو این قسمت قراره بریم سراغ یکی از پرحاشیه‌ترین سریال‌های تلویزیون ایران، پایتخت 7. همون سریالی که بعضیا عاشقشن، بعضیا ازش فراریان، ولی هیچ کس نمیتونه بی‌تفاوت از کنارش رد شه. پس اگه اهل سریال، بحث و نقد و یه عالمه طنز و فان هستی، تا آخر ویدیو با ما همراه باش، چون قراره چیزایی بگیم که شاید هیچ جا نشنیدی. واقعاً پایتخت هنوز همونه، یا ما فقط با خاطراتمون حال میکنیم؟ بیاید یه نگاه جدیدتر و واقعی‌تر بندازیم به فصل 7 این سریال پرطرفدار و پرحاشیه. مردم هنوز پایتخت رو مهم میدونن. باور کن هنوز هم خیلی ها برنامه روزانه‌شون رو جوری میچینن که حتما ساعت 10 پای تلویزیون باشن. از مهمونی زودتر برمیگردن، از سر کار پا میشن، وسط دورهمی گوشی رو میذارن زمین و میرن سراغ پایتخت. و جالبتر این که خیلیا با وجود داشتن ماهواره یا اینترنت پرسرعت باز هم برای تماشای این سریال شبکه یک رو میزنن. پس چه بخوایم چه نخوایم، پایتخت هنوز یه اتفاق تلویزیونی حساب میشه. قهرمان واقعی پایتخت کیه؟ همه ما اول فکر میکردیم ستون سریال علیرضا خمسه باشه، ولی واقعیت، محسن تنابنده به تنهایی پایتخت رو به دوش کشید و امروز هم اگه خودش نباشه هیچ فصلی ساخته نمیشه. پایتخت تنابنده همین یه معادله ساده نشون میده که اگه اون نباشه، نه نقی میمونه، نه ماجراها، نه حتی اون خنده های نصفه و نیمه. حتی حذف هم شاید خیلی ها رو ناراحت نکنه، چون ملت آمادهن که نقی عاشق بشه، ازدواج کنه، یه زن جدید بیاد و قصه نوشه. پایتخت انگار یه جور نمایش عروسکی مردم پسند شده که مردم فقط دنبال قصه های هیجان انگیزش هستن، نه عمق و محتوا. طنز پایتخت هنوز بامزه است یا فقط تکراره؟ بذار رک بگیم، شوخی های پایتخت روشنفکرا رو جذب نمیکنه. بیشتر از جنس جوک های واتساپی و پست های طنز اینستاگرامیه. ولی خب این بد نیست، چون اتفاقا خیلیا با همین سبک شوخی حال میکنن. مردم کوچه و بازار دنبال لحظه های خنده هستن. پایتخت همینو تحویلشون میده. ولی یه سوال، آیا واقعا سطح طنز ما باید همینجا بمونه؟ کپی نمیکنه ولی کش میده. برخلاف سریال هایی مثل پاورچین که از سیرکت کپی مستقیم کرده بودن، پایتخت تقلید نمیکنه، اما به جاش کش میده. یه ایده کوچیک رو انقدر میپیچونه و دراز میکنه که یه اپیزود 30 دقیقه‌ای به زور میشه 1 ساعت. سکانس ها اغلب طولانی، دیالوگ ها تکراری و روایت ها بیرمغن. یه جورایی انگار سریال نفس کم آورده ولی هنوز بهش اکسیژن وصل کردن. ارسطو نقی و دایجان ناپلیون. تو قسمت 6 دعوای ارسطو و نقی به نقطه جوش رسید. تهدید، سکوت سنگین و یه درگیری بزرگ. برای خیلیا یادآور سکانس های نمادین دایجان ناپلیون بود. جالبه بدونین که سیروس مقدم پسرخاله ناصر تقواییه و تو پروژه دایجان سال 55 همکاری داشته. حالا ممکنه فکر کنیم مقدم با این سکانس ها میخواد به اون فضائدای احترام کنه، اما واقعیت اینه که نه دیالوگ ها اونقدر عمیقن، نه داستان پردازی در اون سطح و نه بازیگران توانایی بازیگرای اون دوران رو دارن. از سریال ملی تا تریبون تبلیغات، پایتخت یه زمانی بهش میگفتن سریال ملی، ولی الان چی؟ یه جور تریبونه برای تبلیغات برنج ایرانی، نوشابه پالپدار یا حتی اتوبوس‌های کمپار. تو هر اپیزود یه چیزو هل میدن توی چشم مخاطب. بیشتر از اینکه سرگرم کننده باشه، شبیه یه شروم تبلیغاتیه. و جالبه بدونی
سود حاصل از همین تبلیغات میره برای حقوق بازیگرایی که تنها دلیل حضورشون همون نوستالژیه، نه لزوماً توانایی خاص یا نوآوری. پایان تلویزیون جمعی. تلویزیون ایران دیگه اون دوران طلایی خودش رو نداره. سریال هایی مثل خانه سبز، پدرسالار یا آژانس دوستی همه خانواده رو دور هم جمع می‌کردن. ولی حالا چی؟ پایتخت فقط برای اونهایی جذابه که قبلا دنبالش بودن. مخاطب جدید جذب نمی‌کنه. حتی اگه کسی از فصل 1 شروع کنه، به احتمال زیاد وسطای فصل 3 ول می‌کنه. پس واقعاً پایتخت 7 ارزش دیدن داره. بذارید منصف باشیم. پایتخت هنوز هم میتونه بخندونه. هنوز یه جور فضای آشنا و صمیمی داره. ولی دیگه اون واو اولیه رو نداره. دیگه نمیتونیم با ذوق منتظر قسمت بعدی باشیم. پایتخت الان مثل یه دوست قدیمیه که خیلی وقت پیش باهاش حال میکردیم، ولی حالا فقط از سر عادت باهاش وقت میگذرونیم. حالا نوبت تویه. تو چی فکر میکنی؟ واقعاً پایتخت هنوز همون سریال محبوبه یا فقط یه خاطره تکراریه که داریم ازش دل نمیکنیم؟ تو کامنت ها نظرتو بنویس. اگه خوشت اومد لایک و سابسکرایب یادت نره، چون قراره کلی از این نقدای جذاب داشته باشیم. پایان. اینم از نگاه ما به پایتخت 7. نه بیارزشه نه بی‌مخاطب، ولی قطعاً همون شاهکاری نیست که یه زمانی سر هر قسمتش بحث میشد. شاید وقتش تلویزیون یه فکر تازه بکنه، قبل از اینکه همین مخاطب‌های باقی مونده هم کوچ کنن.